فکر کن چهارشنبه رو از مدرسه برمیگردی، کیفو هم برمیداری بری خونه، قبلش یه تخلیه موشکی اصلا نیازه، میزونه دادا، بدو میری سمت خونه و درو هم میبندی، کیفو هم پرت میکنی یه گوشه، میری سراغ موبایلت. اون بازیایی که هممون باشون خاطره داریم اما معمولا روی کنسول بازیشون کردی، ولی دیگه نیازی به کنسول نداری، فقط یه موبایل نیاز داری تا بتونی هر بازی که رو کنسول وجود داره رو روی موبایلت بازی کنی. شاید باورت نشه من فورزا هورایزن رو روی موبایلم پلی دادم، یا مثلا حتی بازی یوروتراک 2 یا جی تی ای وی، تازه اونم نسخه ایرانیش، یعنی تمامی ماشین داخل بازی ایرانیه. باورت میشه؟ تو هم به راحتی میتونی موبایلت رو تبدیل به یک کنسول واقعی کنی. یه تو هم میخوای این بازی خفن رو روی موبایلت داشته باشی، فقط کافیه این پست رو لایک کنی و واسه 10 تا از رفیقات بفرستی و کلمه کنسول رو واسه این پایین کامنت کنی. خیلی مخلصم.